این همه میگن دانشگاه این بود. این که از مدرسم تا بدتره. تو چرا کیف آوردی؟ تو چرا نیاوردی؟ حاجی باورت نمیشه، به جون مادرم امروز یه دختره اومد کنارم نشست. تو که اصلا سیگاری نبودی، چرا داری دم دانشگاه سیگار میکشی؟ سیگار میکشم انگار خیلی گنگم، دخترها بهم نگاه کنن. تو رو پسرام نگاه نمیکنن، چه برسه دخترا. آقا باورتون میشه من بدونی که از استاد اجازه بگیرم بلند میشم میرم دستشویی؟ وای خیلی حس خوبیه. بابا تو مدرسه حداقل یه حق اعتراضی داشتیم. اینجا استاد هر کاری بخواد باهامون میکنه، ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. چه جهنمیه. حاجی این دخترها چقدر خودشونو میگیرن، نمیشه دو کلمه باهاشون حرف زد. حاجی من عاشق شدم، قد بلند خوشگل، 2-3 بارم بهم چشمک زده. نه بابا کی هست حالا؟ اونا اونجا وایساده. حاجی اون که پسره. باشه عیبی نداره.